درود بر همه شما هموطنان عزیز. برنامه سلام هموطن است از کلاههای بلندی درواز و بهار و نوروز را به هر یک شما شادباش میگویم. و چنانه که در پس منظر من میبینید شهرک قلعه خنب است و با نمادی بعض از دهه ها هم از این منظره نمایان است. دهه دشتک است، عمرک است و قسم از بالای دهه زین و همزمان دریای آمو جاری است و از اون طرفی دریای ولسوالی نوسای با همون شکوفه های گل بادامش عیان است که بهار هم در اونجا الکی نمو کرده است. دوستان عزیز، منظور از بلندی ها برآمدن من برای شما وابسته به یک معلومات تاریخی است که حتی خودم هم بار به اونجا نرفتم. در زبان ها از مردان کهن و مردان آگاه که میگویند در دهه قلعه خم، در 4 گوشه دهه قلعه خم مکانهایی است که آنها رو ربط میدهم به قلعه دلاورشاه. دلاورشاه کی بود؟ از روی گفته ها و نقل ها یک مرد با هویت، یک مرد وطن دوست و یک مردی که این سرزمین را دوست داشته و قلعه او در بلندی ها جایگیر است. و من هم تصمیم گرفتم با بعضی از برادرها از جمله قناعتشاه، عبدالرشید و پرویزشاه که رفته از این قلعه دیدن کنم و برای شما هم یک گزارش بتوانیم منظور نماییم که قلعه او در کجا جایگیر است و از لحاظ گیوگرافی چرا محسوجه را انتخاب کرده از دلاورشاه و مقصدش چی بوده است. از این رو شما را میخوام با من همسفر شوید در برنامه سلام هموطن و اون هموطنانی که ما را برون از مرز میبینن با آنها درود میفرستم و مطمئن هستم که این گزارشی که تاریخی که ما میسازیم هرچند که نه با اون شکل حرفه‌ای که شاید متخصصان حرفه‌ای میسازن باشد، ولی به هر صورت یک معلوماتی کوتاه هم باشد براتون منظور میکنیم. آن ما با اون بلندی ها میرم و طبق بعضی از معلومات ها قلعه دلاورشاه محض در همون جا هست، یکی از قلعه های او، و بعدم دیگر معلومات ها رو در اونجا خواهیم گفت. پس سفر میکنیم. خب دوستان عزیز، اینا بعد از طی کردن قریب 2 کیلومتر ما به قلعه دلاورشاه رسیدیم. واقعا هم یک جای تماشابوب است. چون که الان دیده استاده در نوار این دیوارها باقی مانده از قلعه دلاورشاه هستند. قلعه دلاورشاه من هم گمان میکردم که خرد است، یک کمین خرد است، یک سنگر خرد است، ولی از روی مشاهده ها این خیلی جای کلان است. قریب به 5 ساتیق 6 ساتیق زیاد مساحت دارد و ببینید باقی مانده دیوارها اش هستند و خلاص. از لحاظ گیوگرافی موقعی که دلاورشاه گرفته است قریب 7-8 دهه ناحیه درواز بر الان مشاهده شان میرسد و من هم گمان میکنم که محض به همین خاطر این موقع را انتخاب کرده است. در داخل قلعه دلاورشاه هستم، قلعه که بارها در داستانهای استاد مومنشاه قناعت وصف شده، هم قلعه هم بزرگی دلاورشاه. و چون که میبینید اینا در بلندی های سر تیغش هم با اون معنا میگویند که در سر تیغ جایگیر است. تیغ جای در گویش مردم کوهستانی درواز است که در سر تیغه، یعنی از هر 4 طرف نظاره کردن برای کس راحت است. و قلعه دلاورشاه و چون که طبق سرچشمه ها میگویند
هنگامی که عسکری سرخ وارد می شود قلعه دلاورشاه چون یک شخص با هویت نمیخواست از قدم بیگانگان به این سرزمین برسد، میگیرد چند از افرادش را و به اینجا میاد کمین میگیرد و در اینجا بگیم قریب سال مبارزه میبرد و شکست ناپذیر در این قلعه باقی میماند، یعنی شکست نمیخورد. و بعضی ها میگن که چرا دلاورشاه کمین گرفت و چرا دلاورشاه مثلا بر ضد عسکری سرخ برخاست. از این برمیاد که او قدم بیگانگان را نمیخواست و وقتی دید که عسکری سرخ آمد و دادر اینجا موند و برادرش اون طرف رفت، خواهر اون طرف دریا رفت و اپا در این طرف دریا موند، دیگه او توانی برداشت این همه صحنه های حزن‌انگیز را نداشت. از این خاطر تصمیم گرفت که تا وقتی که جان در بدن است مبارزه میبرد. هرچند که عسکری سرخ عسکری با قوت بود، قلمرو زیادی امارات بخارا را ضبط کرده بود، ولی در قلعه دلاورشاه برای گرفتن شکستن قلعه دلاورشاه و از بین بردن افرادش بسیار زحمت ها کشیدند. و ببینید مساحت قلعه چقدر است و مساحتش کلان است و ببینید هر یک دیوار قلعه معین است که خیلی اتاق‌های مخصوص برای گرفتن کمین است. و البته معیان است که وقت شخصی که در بالا می ایستد و افرادی در پایان بودن ضعیفتر هستند، یعنی قوه و قابلیت و بگیم که موقع گرفته دلاورشاه واقعا هم قابل احسن و شایسته گفتن است. غازی دلاورشاه در داستان‌های در مومن قنات بر اعلی هست و من گمان میکنم که وقتی اون رسیده است که هر یک جوان و نورس باید بیاید به این قلعه و از این قلعه دیدن کند، زیرا یک نماد خودشناسی، یک نماد ننگ و ناموس است این قلعه. و ببینید وقتی که دلاورشاه در این با افرادش در اینجا کمین میگرفتند، عسکری سرخ در پایان در قلعه خم و وقتی نبرد شروع می شده است بیشتر پیروزی به طرف دلاورشاه انجام می یافته، زیرا از اینجا کمین گرفتن خیلی آسان است و طبق سرچشمه ها میگویند یگان تیر دلاورشاه بر هدر نمی رفته است، همش بر هدف. از این رو نبرد طولانی می شود در اینجا و وقتی که دلاورشاه را از سمت طرف دهه خونبیوری بگیم عسکری سرخ افرادش بالا می شوند و دلاورشاه کمی از لحاظ هم افراد و از لحاظ تامینات بگیم مهمات تنقیسی می کشد و البته ضرور می شمارد که به طرف دروازه بالا پناه ببرد و به اونجا می رود و در اونجا هم نبردها می شود. با همراهی برادرش غیرتشاه در نبرد شرکت می کند و طبق بعضی سرچشمه ها می گویند که در همونجا از پشتش بگیم تیر می خورد دلاورشاه و شبانه یک دوستی داشته است از دهه نوسی و از دهه جویدره بوده است، اومده بگیم جنازه او را گرفته به دهه نوسی میورد و در اونجا به خاک می سپرد. و البته دوستی داشته است که او را از طرف شبانه از طرف دریای اومو میگذشته است و برایش مهمات می آورده است، تامینش میکرده است. خلاصه که دستگیریش میکردن اون نفرای با هویتی که واقعا هم یک خونی تاجیکی در آنها بوده است. از همه جایی که سری تیغ است، همه جایی که از الینال من قرار دارم و قلعه خم خوب و راحت نمایانه است، انا یکی از کمینگاه دلاورشاه همینجا بوده است و طبق بعضی اشاره ها میگن اون سر تیغ هم یک دیدبانگاه داشته است، از اونجا هم نظارت میکردن افراد دلاورشاه تا که از تگی کوه دشمن نبراید و همزمان از اون طرفی که نوشته جا تاجیکستان آزادی من، از اونجا هم یک قلعه دیگر بوده است که دلاورشاه افرادش می ایستادن. خلاصه در همین گئوگرافایی که یعنی حال ما نشان دادیم در همینجا خلاصه
افراد دیلوورشا کمین میگرفتن و بعدا وقتی که عسکری سرخ افرادشان زیاد می شود، سلاح‌های بگیم که کم و بیش زمانوی در پر اقتدارتر می‌یابند و دیلوورشا ضرور می‌شمارد که عقب نشینی کند. و بعضی خبرها هم هست، منبع‌های تاریخی هم میگن که دیلوورشا کمونی شکاری نداشته است. یک کمونی داشته است انگلیسی بوده است، مثل که امروز کمونی 12 یا 14 و 12 و 32 ما میگوین همین خیر. زیرا از به این مساحتی که عین حال ما میبینیم اون کمونهای اونها، ملتقای اونها توانی به درازی پرتافتن تیر رو نداشتن. باوری دارم که به شما پسند میافتد. بسیار قلعه زیبا است. اگر همچون یک نمادی خودشناسی و یک نمادی وطن دوستی و یک مرزی ناموس و ننگ اگر در اینجا قلعه بنیاد شود، مکان تاریخی، مکانی که از تاجیکیت نشان میدهد، مکانی که بگیم که بوی ناموس و ننگ و بوی خودشناسی می آید بنیاد شود، عجب جایی است. هم جای فراغ دارد در پشتش، جای سبز و جای منور است و از این طرف دهه نوسای و ولسوالی افغانستان، دروازه افغانستان بر عیان است می نماید. از این طرف دهه های قلعه خنب و دهه دشتک و زینگ و عمرک و از طرف دیگر خمدره. بیاد برای من پسند آمد این جای. بعضی تاریخ نقل میکند که پدر دیلوورشا از دهه خنب بری بوده است و مادرش دختر خواجه دادخواه و یا خواهر خواجه دادخواه از دهه روزوای. خلاصه صرف تاجیک اصیل بوده است و در همین خطه وارسته شده، به دنیا آمده و بزرگ شده و امروز نامش در قلب و در زبان مردم این محل است و او را همچون یک شخص تاریخی، مبارز و در بعضی سرچشمه ها غازی دیلوورشا هم میگویند. یعنی که غازی، فدایی وطن. و با امید اینه که نسل جوانی ما عبرت آموز باشد، همیشه برای نگاهداشت مرز و بوم دولتی تاجیکستان عزیز چون دیلوور کمر ببندد تا که چشمی حسودان به این طرف نافتد و قدم شومی آنها به اینجا مانده نشود. ما امید داریم که 1001 دیلوور دیگر داریم در باشگاه و در پایگاه هایمان و امید اینه که این مکان تاریخی بنیاد می شود و دیلوورشا همچون یک قهرمان خلق اعلان شود. هیچی کاری می شود شایسته و کاری اکبر است. خدا حافظ نگهدارتان هموطنان عزیز. گر نیمه شب مست در آغوش من افتد، چندین بلبش بوسه زنم که سخن افتد. 100 بار به پیش قدمش جان بسپارم، یک بار مگر گوشه چشمش به من افتاد. یک بار مگر گوشه چشمش به من افتاد.